نفهمیدم 25,000 دلار دادم شما نه خودم به در بشه در پشید جوان بسیه خب الان بکشه باید دسته این به قانونی را قانون نسته مرا بنزینم میرسه مایسترو ما نشده به خودم به در بشه ما مرسی زوری پسی کودکو بدرایینی نخونه نداریم دیگه کنن آدم در همین خونه چیکار کردگه صاحب خونه باشه یا آب گذرانده یا سوید کردگه چیکار کردگه یا سوالش بتین توربه آب چند متره در کجا کندگه نمیدونه باش آرام باش پانیک کردن نقل آرام خیلی آرام شما سود اجرا چی هستی؟ سود اجراشون خدمات ایجاد در مایه است نشان قضیه چی شدگی است میتونیم کوتاه فاش شیم که وضعیت چی شدگی است قضیه وابسته به کوچاندن از منزل استقامتی وابسته به کوچاندن بحث سر چی است در این منزل که الکی سوختار شد بحث سر چی است بحث سر چی است سوختار نیست اینجا پیشنهاد برای اجرای شما دادگی وطنی ما مایار میلیشیا وطن باید کوچانده شون اینو خیلی ایران قانونه من سوی نویا اینو حالما من اومدم ویزا دادن اومدم در برابر یعنی قرار درباره بازداشت اجرایشی حلنامه است نه که معیار میلیته ولی درک نداره هیچ خیلی معیار میلیته ای کجا اومده خبر نداره اومده سوء استفاده از منصبش از داد نزنه آرام ببین چه معامله میکنم با چه معامله کنه کارمندان همین سود ناحیه سینا ایدتا قمرزاده تور در سود اولی خمونا الان فرموده ای به قانون دیلتون نمیشه اگه فوجا کنن ما بود خودشون یکی بو سوزونه خودشون گفته نمیشه نمیسونه ما همه شانتاژ اینو نمیدونه اینو همه شانتاژه کی خریدگی از خونه را درود بینندگان عزیز شبکه شما دلیر ممالی این ناحیه سینا از شهر دوشنبه کوچه همدانی خانه 4 و این در این منزل یک بحثی سودی میرفت میانی مادر یا مایندر من تا حال نمیتونم روشن کنم و میانی پسری خانه و نبیره های خانه که یک قسمت میگفت که این خانه را ما باید قسمتش را فروشیم و الکی فروختش داد مادر نمیگفت ولی فرزند میگفت که نه نباید بفروشیم چون من نبیره و فرزندای دیگر دارم که در این خانه باید زندگی کنند خلاص این بحث من چند وقت ثبت کردم ولی اون ثبت رو برای شما نمیخوام نشون بدم ولی مثلا همین است که ما وقتی که به جای حادثه تجلی دعوت شدیم که الکی سود اجراچی آمده بودن کارمندان آتش نشانی آمده بودن کارمندان تندرستی آمده بودن و کارمندان میلیتیا نیز آمده بودن برای کوچانیدن خانه قضیه چی میشد میبینیم الان سرمته خادرزاده قمر گفتنی در سودی عالی است آرام شه نه آرام شه داد نزن آرام کی اینجا قمر قمر در سودی همینجا هست سپاری که همه کتی چیده است اینی مادر جان یه دقیقه مادر جان یه دقیقه ما شما را شما بیا اینجا اوچا جان من اوچا ما میشناسم بیا شما یه بار بیا اوچا جان شما خوبه نزن اینا نزنین اینا نرسین بیبی جان یه لحظه نه نترسون کمپی را نترسونین بیبی جان سلام علیکم شما خوبه مرا شناخته یادتون است ما چند وقت پیش صحبت کرده بودیم بحث شما چیه این خانه را چی سوزونده است خودشون کارش من نمیدونم این خانه کیه نرسینشون خانه کیه خانه خودشون شدگی اینا برای شما کی میشن نبیراتون نه حق خودشون است شما چرا بحثی سودی داشتید میخواستید خانه را بگیرید عجیب بود برای من چی شدین بس آرام شد نیمشه گرفته سود به فایده شما حل کرد این روز بعد اینا رو آورده برورد خودشون از جاشون دا میشینن جای خودشون دا میشینن اینجایی که دالی حقارت نکنین دالی من بود همینجا خودم داشتم اینو نخیزم نوشتگی حالا این نبیراتون میگه که ما به خانه ایم کجا روان اینو بعد بیا بروین خونه سیام تو میکری نه اینا نمی خونه در کجا زندگی کنن میگن که ما دیگه جون نداریم کجا روان شما برای چی میخواین که نمی خونه را بگیرین برای بچه مایدک مرا نگاه
من نگاه بیا کسا من کو جا هست جا باشه من میبرم شما چه خونه را سوزونده نه بیبی جان نرس شما چه خونه را سوزونده سین خونه را ما را خزانده سن خانده ای خونه برآورده یعنی کمپیر کرده سن جای زیست نداریم اینو کیان کتی بیبی جان قادر زاده کاملا تلفن کرده اینا قادر زاده کاملا تلفن داره تلفن نکنید شما کی باشین خشاشون شما چی فکر دارید همین خونه حق حلالی کمپیره یا از این بچه‌ها نبروش ها اینو دعوا دارن که خونه را وقت ما خریده بودیم ولی الله میپرسم بیبی جان پوینتر رایم کمتر مرا گفتن که دو خانه روبرو هم وقت از شما بود و شما فروختین همسایه را راست است دو خانه روبرو را ولی آرام شه فروختین یا من کتی گپ زنه بیبی جان شما نزدیک نبین شما فروختین دو خانه روبرو بله شما دو خانه روبرو را فروخته بودید وقت چه نه بیبی جان خانه دا اینو دخل نداشت شما فروختین یا نه هم دو تای روبروشا فروختم ها پولش کجا کرد بخشش برای خودم میخوام فهمم من برای خودم خوردم گشتم من کمپیر اهالی چی دعوا داره اینا میخوان که حق منزل فرزند و نبیراتو میخوان در منبرش زندگی کنن نیمشه دادم شما نمی دیگه برای کی میخوایم بگیرین برای خودم که من حولی ندارم میگن که شما خونه دارین با بچه‌تون هم نام من دلر یک جای دیگه زندگی میکنین ببینیم من خونه دارم خونه نداریم خونه دخترم داشتگی خونه دخترم داشتگی حالی سود اجراچیو کنیشن یک لحظه حالا دقیقه برادر شما کی هستین با اجازه شاگردی چسکی شما لباسی شهروندی کردین نه نه اولی میام مجلس اومده سه چسکی شما چیکاره این بخشش تماشا بین همسایه حقیقت طرفی کی است با فکر شما جانم همه حقیقت باید در اویله چون حال کنن نه یا کی نتوری شما چند سال چه در این منطقه چسکوین ما شاگرد چسکی نگفتم در جان هم بیبی جان همجا خطر بود یا نه اولی بازی اومدن بینزی خط پیش دو اومدن میخواستم بسو دارم کمپیرای خونه را نه اتوما در پیش ما نبود مقصد اومد بینزی خط ده همه جا کی علو سرن شما نفهمیدم فهمم باش آرام باش پانیک کردن نقا آرام خیلی آرام شما سود اجراچی هستی؟ سود اجراچی خدمات ایجاد در مایه نشان قضیه چی شدگی است میتونیم کوتاه آشنا شیم که وضعیت چی شدگی است قضیه وابسته به کوچاندن از منزل استراحتی وابسته به کوچاندن بحث سر چی است در این منزل که علاقه سوختار شد بحث سر چی است بحث سر چی است سوختار نیست اینجا سلام علیکم بخشش رفیق مایور شما خوب هستین مایور میلیسا وطنزاده از نوزیر میتخوی سلام علیکم شوقینه داری برادر وزیر کارهای داخلی در نشست مطبوعاتش گفتگی است که همه جریان حرکت این کارمندای حزب حقوق حق بین نه گوش کن بازی ویزوش دگیه کی مسئله چی است مسئله مکتوب بیار چی مشکلی شده است اینجا مکتوب بیار تست مکتوب بیار ما هم برای رسانه‌ای کردن قضیه ما می‌خوایم حقیقت بفهمیم که کجا است انا گوش کن طرفی کمپیر است یا طرفی صاحبای این خانه بخون خب بخشش چه می‌خوای خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری اجراچی خدمات اجرایی در ناحیه سینا خب پیشنهاد برای اجرای شما دادگان وطنی ما مایور میلیسا وطنزاده باید کوچانده شون اینو خیلی ایران قانونه من سوی نویا اینو حالما من اومدم ویزا دادن اومدم در برابر یعنی قرار درباره بازداشت اجرایشی حالنامه است نه که مایور میلیسه ولی درک نداره هیچ خیلی مایار میلیسه کجا اومده خبر نداره اومده سوء استفاده از منصبش از داد نزنه آرام ببین چه معامله میکنم با چه معامله کردی فهمم ببینه چه معامله کردی نه بسیار میخوام که آرام بازداشت ببینید کی همین مردک برای اطاعت نکردن به حبس معمولی کشیده چی در شما پیشکی آمده فهماندگی گذرانده بودید حالا 10 بار شده گه 10 بار این 10 بار حالما بیا یک دقیقه شما پدر خاندان نه من صاحب خانه ام اجازه هست یک بار آرام دو نفر صحبت کنیم که مسئله چی است خانه از کی است خانه از آن من است من 40 سال باز در همین خانه
زندگی میکنم و بنیاد کردگیم. خونه از شما است. نویره‌ام همینجا زندگی دارم. مادرتون دعوا دارد که خونه را در وقتش من خریدم. اینجا چی مویندرم فرق؟ این گپ‌ها رو برای شما آروم. شما آروم. شما آروم. شما آروم. مویندری فقط من دو نفر. برای روی پوش کردن حجت‌های شما آروم. قلبکی و سوخته همین گپ‌ها را بافته ایستاده است که گویا خریده باشم. یگان حجت تصدیق کننده نیست که او خانه همین منزل مرا خریده باشد. شرطنامه خرید و فروش در نام من است از سال 84. همسایه هستن اینجا. هست همسایه. یگان همسایه که خانه احمد همسایه. شما همسایه این چند سال در این منطقه زندگی میکنید شما؟ زیاده از 30 سال. خانه از اون کی است اساسا به نظر شما همچون همسایه؟ فرزنداشون مردک و که بچه را دین فرزنداش هر وقت هم مردک زندگی میکرد این سه فرزندش نبود همین که کالج همینجا کالونج این نویرس یا نبودن این بیبی جونه که دعوا دارد که خانه از من است این کی است؟ مویندر میگن که باید همینجا بود این نفرم بود سکسه در زندگی میکنه در اینجا زندگی نمیکرد. این شاکت زندگی نه که اصلا گیریم نیست بخوام که زندگی هر روزه نیست ده پس نیست. شما اینجا چند سال چه زندگی میکنید؟ چند؟ این واقعیت ها راسته که خانه های روبرو هم همین بیبی جان فروختن وقت شده همین راست. شما نمیدونم که رحمت رفیق ما روی حل پرسیدن در کجا چیکار کنیم؟ روی حل در کجا است؟ نه اینجا حالنامه برموزه طرف سوی ناحیه سینا مکتوب دادگی من اومدگی من ناظر منتخبی ها شکر نه اینو مثلا داد پیغان یا رو بیان اشکارا نبارد بگی پنهان نه اشکارا بگی خودت در کار باشه اشکارا بگی اونجا پنهانیش نیست اشکارا بگی برام خود در کار یا حتما اشکارا بگی زمان با نسبت پرونده ایتاد نکردم من فرمان کامران میزم شوراجویی میکنم چی به حبس تو ایتاد نکرده استی؟ همه نمی حبس چی به تو ایتاد نکرده؟ الو رفیق خمانیر همین بود کجا کوچونده شوند؟ اکا رفیق ژورنالیستی بله. فامیلا چی اکا؟ دلیر ممالی بخشی. دلیر ممالی بله. تو درست مرا فهم من چیزی که مکتوب دادن از کدی بودی خدمون که با سودی نویای سینا اومدگی من اینجا رزولوشن اومدگی من گوش کن بله. ایزاگیم من اومدگی بی پژامنی همه گفتن اومدگی بیام یک طرف یو نی قسمان خونه رو فروتگی مادر همین کس مویندر من شما اصلاح میکنم برای که من میدونم مادر مکیه. این نفر نه مویندر چند قشید میشناسی اکا؟ اون 3 سال 3 سال شد اوتای من 58 فهمیدم همین نمیدونی گپ نزن اکا ما گوش کن همین با چی باید کرد کجا همینو بکوچن؟ نه این کوچه نه این تقسیم من بگم تقسیم نیست کوچانیدنه من همین الان قسمت باید کوچونده نه شود. حوزی میره میبینه می حوالی تقسیم نیست تقسیم شدگی نیست یک بار دارم شما ببینید الان حوالی نفهمیدی من بیا بدون نشون ده همین چی باید کرد کو همون سودیا کو کنی سودیا من نمیدونم من نمیدونم که سودیا شما کو همین اجرایی من اجرا چی باید کرد که ما مکتوب خواندن از بدیم منزل اسخامتی که روزنامه‌نگار بله الان قسمت منزل اسخامتی به دادن دیدن منزل اسخامتی باید کوچونده شود. کجا کوچونده میشن این ساکنان؟ به دادن دیگر منزل اسخامتی کجا میرن اخی؟ معلومات داره این منزل اسخامتی ما خبر 30 سال شد زندگی داریم سود ایرا ندیده حالنامه برآمده دژ سیاه نشید به اشتراکی ما اوتان در صدمه بود سود برآمد این روزی اومده حمایت کرده همون حالنامه ولی سود این قسمت خونه ده اینجا قریب 2 کلین زندگی میکنن اینا کجا برون؟ اینا کجا برون؟ دیگه داریم سودی زینای بالای باید شکایت کنن میگه بالای کارم نتیجه نیست میگم مراجعت کنن پیشنهاد بازداشت پیشنهاد کرده. چی شد؟ چی شد؟ چه خیلی که معلوم است شما بعد از نشان دادن بازداشت همش همین حالت ایستاده نگاه کردستیم با طور غیر قانونی و فشار آوری اجرای همینا غیر قانونی بجا آوردنی هم. یا بار داخل خونه شیم بخشید حضور اکرم یه بچه‌ای جا پجره کی تشکیل کرد؟ چرا تشکیل کردین پجره؟ آرام فقط. آرام. همین سودی ناحیه سینا ایداسا قمرزاده توی در سودی اولی خمارا علاوه فرموده ای به قانون احترام را خواهش میکنم. آرام فقط آرام. رئیس شهر دار همین قضیه ما را طبق
تحت دست خودش کنترل خودش بگیره. ما چند مقامات ها در مراجعت میکنیم بعدمون نمیره. در همین اویلا چند نفر زندگی دارن در همین حوالی؟ 13 نفر کودکان نابالغ بودن. از همون خونه بحثی که باید بیرون شود چند نفر باید بیرون کرده شود؟ 2 اویلا را قطعی کودک چند نفر؟ نابالغ. چند نفر این خونه کوچونده شود؟ 4 کس، شاید 7 کس. بس چی از چرا همین قسمت خونه رو شما نمیخواین که در بیبی تون تیه؟ ما جای زیست نداریم. وای خونه ما وای خونه پدر ما وای خونه پدرم خریدگی ام. شما چیکاره شما کین بیبی جان؟ من کلیم همه خونه که 35 سال در می اولی زندگی کردم، حرمت عزت کردم، یک دلیل سیگاره حرام شنیگاه کردم. از 2 سالگی این روز ما به خونه و به در. آوای بیبی جان میگه که این خونه رو من خریدگیم وقتش دا. سیاه میکنه بیبی جون. دروغ میگه. روش سیاه میکنه بیبی جون. خانه در جدا داره. ایره اوس خونه بیا داره. خانه ما را بی جدا شدگی نیست یگان. شما بچه خدمات آتش نشانیه؟ نه یورا نگی. نه راه حل چی است؟ چیکار کنیم اینجا اینا پجر تشکیل کردن؟ پیشگیری میکنه؟ حتمی نیست چی میکنیم اکی جانم شما چیکار میکنین با نه خو میکنین برای چی چیکار چه کارو کردین؟ دستای سود خمون بنزین اینجا اگه خطر نیست نه دیگه خطر نیست بعد نمیکشن شما پس همین جمهوری تازه هیچ قانون نداریم، همه چیزی ما را دستور رد میکنه. از جمله سودی سینای شهری دستا دوشنبه قمرزاده توی در سودی اولی کار میکنه. حالا دقیقا بخشش بیبی میگه که شما کجای دیگه را با خانه دارین بیبیش با بیبیش میگه که من خانه ندارم کجا برم میگه اینجا را سیام کرد همینجا را بیبیش یک خط فروخت. اینجا 12 ساعت همیشه $70,000 گفت که من چند سال پیش فروختم میگه حق دارم میگه زمینای خودم بود دروغ میگه $70,000 فروخت. همین کمپیر کجا بره از زندگی کنه اگر شما نمی زمینه نمیته چه دارو پرای راه سکسیا داره میره میگه خونه دختر ما خونه خودم نیست خونه‌ش هم نشان میده پراتسکو خونه‌ش هست خونه‌ش که اینو همسایه‌ان شما همسایه یا 4 جمله ما در یاردن میکنه این رئیس محله مونای شما 4 جمله یاردن میکنه ساده بیبی جان شما رئیس محله رئیس محله همین حوالی بحثی که شده سای همین اویلا چند سال شد زندگی داره این اویلا همینجا تولید شدگی به بوی رسیدگی همین شهروند اینا همون بیبی جان چی بیبی جان سالهای طولانی در همین خاندان من می اومدم همینجا عزت و حرمت میدید از خود همین کلین خاندان فرزندای همین خاندان همچون مادری بند دل جیگر من نمیدونم که از چه سببای نفهمی خودی همون بیبی جان در 112 میکرایون با خونه جای زیست میگه که خونه دختر ماسکو من نفهمیدم که دخترشون در خودی بفکرم که ظرفشون یا که دیگر جدا نکیم ایجاره همین یک وقتای اخیر ده گو که خودی خانه من گو همین وقتای اخیر ده گو که من رئیس همین خانه من گو شما چند سال در این منطقه زندگی میکنید من تا 40 سال میشه که در تا 40 سال پس به نظر شما حقیقت طرفی که از خانه از بچه است یا از مادر از همین سر از روی دیدن باشه هم خودی مادرم در همینجا بیای زندگی هم کنه قدردان میشه و نکیم همین ملک به اساسی به فرزند میمونه نکی گویا که مادر بیای با هم فرزندانش هم سخن شود شما آماده این که بیبی را در خونه‌تون قبول کنید آرامانه زندگی کنه جان دل بیای زندگی رنگ مهمان میرفت میومد خیلی رئیس محلمون گفت که در بالا ذکر کرد خونش اجازه میومد میرفت بیا جوش میکنیم زمین یک هدفی خانه را پدر فاروق یک بار پدر فاروق یک جمله پیش رئیس محله یالا یا لحظه بیاید بخشش پیش رئیس محله یعنی رئیس محله میگه که میتونه در این خانه بیبی جان بیاد که شما آرامانه زندگی کنید شما راضی هستین که مادر بیا اگر آرامانه زندگی کنه من همه وقت با جان و دل همین موینده را قبول میکنم زندگی کنم نه که حقوق فروختن نمیتیم فروختن ما اجازت روزگی نمیتیم برای آنکه من 40 سال همین خانه بنیاد کردم زندگی کردم صاحب بچه و نویره و کلین گشتگی شما دیگه خانه ندارین نه گجور اینکه بیبی جان اینجا قبول کنید اینجا 3 اویلا شما آماده این که بیبی جان قبول کنید زندگی محمد کلین خانه شما تیاره که اگر کمپیر به جنگ و جنجال بیا در خانه زندگی کنه بکنیم چه حرمت عزتش میکنیم ما به وای نداریم ولی که پیر ما تمیم یکی به این درجه نه که حوالی بفروشه یک قصه سومو در اینجا مهنت کردم 35 سال به دهن آدم ها 15 سال زندگی کردن حقوق دارن که صاحب ملک شون مسکون میکنن میدرویم یک سال همین علاوه شما برای چی کردین دمی دروازه ده
کارمندان سودی ناحیه سینا مجبوری خب مجبوری درآمدنی بودن داخل خونه ما. خونه را ما جدا میکنیم تقسیم میکنیم. الان شما میبینید خونه تقسیم شدگی نیست، یک لقمه ما میدونیم محکم میکنیم شما را از جای منزل کوچانیدن به جای زیست میکوچانیم. گرچنده پدرم همین بازداشتن نشان داد اینا سوء استفاده از قوه‌های خودشان مجبور کردن که بدروین. ما دست خالی ماندیم ندونستیم چیکار کنیم. همه چاره ها اندیشیدیم. بیبی جان حالا ببینید اون طرف قضیه میگه که ما آماده ایم که بیبی را مثل پیشتر در خانه قبول کنیم همراهمون زندگی کند ولی خانه را نفروشد. گوش کن اگه داد کند بگم گو داد دهنت حقارت کی حقارت کرد؟ انا هم بچه‌ام بعد همین ما خانه با قدمی زندگی کنم. انا هم بچه‌اش اینم برآمد کاروز کو خرید من میزد گفت که یک کورچه میزنم میام تو اومدم میشینم. من چقدر باور این حقارت را کی کردن شما را؟ نه با نزدیکی من سه موضوع مولا. شما یگان دلیل یگان چی دارید که ما بفهمیم که واقعا اونا حقارت کردن شما را؟ تلفن کتی کرگی تلفن کتی گفتی دک کند. آوازش زاپیس ویدیو زاپیس یگان چی نداره؟ من نمیتونم زاپ ویو میکنم گپی من ویو زاپ من زای هیچ چیز گپ زاپ کردم. شما نمیخواین که دیگه همراه اونا در یک خانه زندگی کنید؟ نه من بچه‌اش گفتی نه رسید تلفن کرد لینا گفته که زنگ ده گفته که من کامپیوتر میکشم میرم تو اومدم میشینم. لینا کی است؟ لینا عروس همی اوتاش عروس بختیار. شما همچون نفر عمر دیده کلانسال امکانی بخشیدن و زندگی آسایش‌تر را نمیخواین دیگه؟ من همین نیمه گیره آششون من میرم یک جا حوالی میگیرم خاطر مجدک بچه‌ام نیستم تمام. شما الکه این حوالی را هادی مثلا سود اجراچی اجرا نکرده شما الکه فروختین. این چه فهمم اینا من نفهمیدم. فروختم توری کردم میکنم. پولش چیکار کردین با اجازه بخشش؟ حق خودم گرفتم. چقدر فروختین اگر مخفی نباشد؟ 100 چند هزار سوم. پولش چیکار کردین بخشش؟ آخه پول من شما چیکار داری؟ من منزل خورا خریدین؟ گفته استم خونی بدلم نیفته استادم. یعنی ببینید اینا نمیخوان از خانه بیرون شن و حتی خانه را پشر کردن دمی در بوده. پس شما با خریدار چیکار میکنین آینده؟ با خریدار میدارن میشینه در خرید است. اگر اونا نخوان برای اگه فوجا کنن مبادا خدای نکنه نبیراتون است دیگه با گفتی خودتون دلتون نمیسه اگه فوجا کنن مبادا خودشون یکی بوسوزون خودشون گفته نمیشه. نمیسونه من همه شانتاژ اینو نمیدونه این همه شانتاژه. کی خرید اگه از خونه را؟ خونه همسایه. و آماده است که در همین خونه جنجالی بدروید؟ میدونه. راضی است که در همین خونه جنجالی؟ همسایه میدونه تو. همسایه من. شما با هیچ وجه دیگه نمیخواین که همراه اینا زندگی کنید؟ نه بچم بعد من کند بگم دهنت بگم گفتو من کورچه میزنم من چخل باوری کنم بچه. کتی کارمند این مقامات ملی صدا این بحث داشت که مادر اوگای ما است میگه. شما را مادر اوگای میگه. خیلی دقت کنن مادر اوگای بوده. میگم من مادر اصلی دارم. آره اصلیش. شما چی دلیل داره که بچه شما؟ من میرم رودم به تولد کنم چندم اون دفعه تو گفته بودم من میگم. کی کدام سنه در کدام رادم تولد شده؟ من دویم رودم به تولد. چندم روز کدام ماه؟ اوگای باشه خانم خالی کنه. یا تو ناس کدام روز کدام ماه تولد شده بچه‌تون؟ 65 سال. 65 کدام روز کدام ماه؟ ای بچه من سال خدا منتظر بودم. آیا مادر میتوند که روزی تولد فرزندش فراموش کند؟ سلامت باشه. شما آشکارا سیامکا کنید با جای سیامکا نکنید اگر کارمند کجای باشه آشکارا سیامکا کنید. اگر اون چیزا با جای سیامکا نکنید خواهش میکنم. همه چیزا آشکارا سیامکا کنید. خود بردار جان نفهمید که شما خریدار اصلی خونه بودین. شما در اول گفتین که همسایه خریدار اصلی خونه نه همچون خریدار میخوام وضعیت فهمم خبر در جون. شما همچون خریدار فهمید که چیه؟ همین زمین گرفتگی. بله. آدم کامپیوتر خریده. زمین بحثی خرید. حالا دقیقاً شما آدم بیبی جون خریده نه؟ چند سوم خریدین؟ بگو. 100 چند هزار؟ بگو اکا. 100 چند هزار؟ شما وقتی خرید اگه فریب خورد. 100 چند هزار خریده شما؟ 150 شرطنامه خرید و فروش داشتین با گوش کن. گاوزن. نه شرطنامه خرید و فروش داشتین شما؟ خانه رو ندیدی اکا. میدونم که شما یک نفری نه شما یک نفری بی‌طرف آخه میخوام فهم که شرطنامه خرید و فروش داشتین. شرطنامه خرید و فروش داشتین؟ به اکا کی دلیل ثبت که میگم من. خب گوش کن. مرد اکا من هم مردکی رفته ثبت. همین مردک. آخه همین ابو که شرطنامه خرید و فروش داشتی یا نه اکا؟ آخه به شرطنامه چه خیلی پول میتی برادر جون؟ من همین برادریمو صورت مگریزم برای اگه نباشه که ما نمیام اومده یکی
این من نکرد گوش کن بله طبق تلاوت ماده 81 قانون جمهوری اسلامی درباره استحصالات اجرا در اساس شهرنامه سودی ناحیه سینا شهر جمعی از 3 یولی 2021 تعیین سودی و شهر جمعی از 15 فوریه سال 2022 با شما پیشنهاد دادم اشتراکی و تمامی اعضایان عائله و دیگر منزل‌های مقامات واقع در سراهای شهر جمعی همدانی خانه 4 تحت لیتری و انشاءات مساعد زید ساختمانی 317 از متر همین مثلا چی بگم مثلا انا حالمازی باید خالی کنن فهمو شما بازداشت کردی نو شناس شده نه در اومدم فهمو نه فهمیدی بازداشت نه اومدن بخشش در مدتی ماکا بله در مدتی نیم ساعت بازداشت گرفتن فهمو شما بازداشت کردی شناس شدین نو آوردم نو شناس شدیم بله حکم قانونی داره بازداشت بله بازداشت تا کی با چیز میگم با تاخیر میگذارن این واقعه را چون دارم جانب سودی زینای بالایی تا حلنامه سودی بالایی را با تاخیر شکایت نظرشون در سود زینای بالایی همچون کارمند سود فروش خانه ای را که حالی خانه بحثی است چه خیلی قضیه بررسی میکنه که خانه علاقه فروخته شده است ولی خانه بحثی است ودیم روزنامه‌نگار ما بله سود نیستیم بله ما اجرای خدمات اینجا نماینده سود نیستن نه که مسئله را برای قانون با ما بررسی کنن و سود بررسی میکنن ما مسئله اجرایش تامین میکنیم تا حلنامه سودی عالی برآمدن آمدیم با تاخیر میگذارن با تاخیر گذاشته شده بعد با تاخیر گذاری چی میشه نمیشه بعد اجرایش دو کلمه علاوه کردن ممکنه باشد شما صاحب ملک بودید بخشید خب میبخشه همین نماینده های سود اومدگی انو نیستن میگن نماینده فقط سودی چی اومده میگم نماینده سود نیست نماینده سود گیرن خب نمیشه برای که قرار سود اجرا میکنن خب گپ در سر اون که با منفعت کی اجرا میکنن سود اجرا چی حالو نمیدونن و همه آدمی که دعوا داره که با فایده و همین اجرا ورقه برآورده شده همه اشتراک حضور نداره من نمیدونم که امروز با فایده کی حل کردنیه میگه که بازداشت در نیم ساعت گرفته شما بازداشت کی گرفته بودید ما بازداشت التماس کردیم با ما 1 ساعت 2 ساعت وقت دید برای اون که ما سودی عالی مجبور کردن نمیتونیم که همین زمان ما بازداشت ما فرزند کلانی هم رو روان کردم 2 ساعت پس من هم حاضر رسانده آور ما پیشنهاد کردیم بازداشت حاضر پیشنهاد پیشنهاد کردیم ولی اوشم شما سودی عالی در مراجعت میکنید باز نه مراجعت کردیم موارد بررسی قرار دارد این قضیه ما منم خیلی برای همینم من بعد اگر برای اجرایش بیان من خواهش میکردم که همه سودجویی اجرای دقیق قانون رو رعایت کند و شما همون دعواگر خانه به واسطه بیاره برای اجرایش شما فکر میکنید که حقوق شناس داری از روی اختصاص از روی صحبت پیشین بله بله همچون حقوق شناس هم قضیه چه شرم میدید که خانه‌ای که از بحثی است جنجالی است مادر میگه علاقه من فروختم 100 و چند هزار و پولش هم گرفتم میگه خرج کردم دیگه خرج خودم و این مبلغ خرج کردن نمیتوند برای اون که در همین منطقه 112 میکرون بجای مبلغی همین نرخ خانه‌ای زمانوی نوبنیاد ایکم همین گرد اطراف این بحث خودش الهیده ولی قانون چی میگه خانه بحثی را حق خرید و فروش هست یا نه خانه نه ممکن نیست است حالا اون که هم خریدار آگاه بود که منزل ما بحثی است خریدار همسایتون در اداره نترالی ما آگاه کردیم اوید این مسئله ثبت شده است ما امکانیت ندادن که ما همینا به سود پیشنهاد کنیم خریدار همسایتون است بله بله صحبت نکردید اگه بار ما عموما دیدگی نیستم همون خریدارا بگید همسایه من کدوم همسایه است گویا که همین خواهری همین این همین حوالی ها همین حوالی ولی هست اگه کس داری میبینو نمیدونم در اومد و برآمد چون اون طرف کوچه است حالی ما فکر میکنیم که گزارش همینجا ما باید تمام کنیم که یعنی بازداشت شده است بازداشت شده است بله من حجت بازداشت پیشنهاد کنم من سودجویی در اینجا قید کرده است که همین مسئله تا حال گشتن این بازداشت کرده شده ما این ویدیو گزارش همینجا تمام میکنیم خدا کند که قضیه حق به حقدار برسد بعد با آخر ادامه میتیم بو حقیقت کدام طرفی که است همون طرف رو برای دولت حکومت این قضیه ما رو نظارت میکنن مشاهده میکنن ممکن که برای جالب افتاد اکنون یک خلاصه آخر شما نزد دروازه‌تون آتش کردین میگن که این مایده افباشی است چرا این کارا کردید شما؟ من فکر میکنم که این مایده افباشی نیست زیرا آنکه این از دروازه درون خانه من شده است چیکاری خواهم کردم در درون خانه خودم کردم از دروازه خانه درون بود بله و علاوه من در داخل خانه این یگان مایده افباشی رو تشکیل نمیکنم مایده افباشی وقتی در جای جمعیتی لیکن من در خانه خودم این کار رو به انجام رسوندم بخشش یا دقیقه شما پول از کی گرفته برای چی پول گرفته است پول از کی گرفته رای کمپیر پول گرفته برای چی پول گرفته چی با نمیگه رای کمپیر برای چی پول گرفته شما رای کمپیر برای چی پول گرفته بی جان دقیقه بیار اینجا بخشش
ромона аз пушти ҳақиқат ба ин одамо барои чи пул додед шумо? Ино киян? Аҳа. Пул дода будед чуна? Рӯзи коришон? Марди коран ино, марди кор. Ино бояд суд иҷрочӣ берун кунад ку марди кор не, суд иҷрочиҳо бояд ин кор. Ёрдам кунад илли олақ қудақашона. Чанд сум додед чуна? 50 сум. Чанд нафарда? 50 сум. ҳамаш ба? Салом. ҳоли охирон суҳбат. Суд боздошт кард қазияра. Мегӯяд ки ҳалномаи суди охир барояд. Шумо чира интизор мешед дига? Ама ҳақиқат бошам, ҳақиқат мебурад. Интизор мешед ҳалномаи суди олиро? ҳақиқат боша, ҳақиқат интизор мешам. Саломат бошед. Бая гавзам пешман набиёр. ман ба баҳогузории мардуми тоҷик, халқи тоҷик, миллати тоҷик мемонам, худшон қазоват кунанд, баҳогузорӣ кунанд, фикру ақидаҳошона хоҳиш мекунам ҳар як кас озодона мустақил иброз кунанд. шумо ном фамилиятон чӣ буд? Батуров Бахтиёр, сокини кӯчаи ҳамадонӣ, хонаи 4, 40 сол дар ҳаминҷа зиндагӣ кардам. дар қайди ҳамҷа ҳастед ё не? Бале, ҳастам. хуб чугуне ки охирин суҳбатҳои моро дар видеогузорӣ шумо тамошо кардед, қазия боздошт шуд то ҳалномаи суди болоӣ баромадан ва мо инҷои видеогузорӣ бо шумо падруд мегӯем ва ҳамеша мегӯем ки шуорамон ҳамин аст: зинда бод сулҳ, собод, оромиш дар рӯи дунё ва дар тоҷикистон. худо кунад ки дар ҳамин хел қазияҳои судӣ ҳақ ба ҳақдор бирасад. ҳар кадом тарафе ки ҳаст ҳақиқат. Падруд то дурудҳои дигар.